یک مار یک سرکی گیر موتر را خورد و روانه شفاخانه شد. اخیراً در ایالت مریلند که یکی از ایالت‌های امریکا است، یک مار اشتباهاً یک سرکی گیر موتر را خورد و مدافعان حقوق حیوانات و خزندگان این مار را به اسرع وقت پیش از این که تلف شود به شفاخانه حیوانی بستر کردند. تخم مرغ غذای محبوب مارها بوده و از این رو گاه ناگاه مارها اشیای همچو توپ گلف و اشیای سخت مانند تخم مرغ را اشتباه می‌خورند که با سرنوشت مرگ و زندگی روبرو می‌شوند. این مار که سرکی گیر موتر را خورده بود، بعد از مدت قسمتی از پوست بدنش به اثر فشار داخلی پاره می‌شود و مار را به وضعیت وخیم قرار می‌دهد. اما دکتران حیوانی بلافاصله این مار را به اتاق جراحی برده عملیات نمودند که خوشبختانه سرکی گیر موتر را از شکمش بیرون می‌کنند. دکتران وضعیت این مار را خوب اعلان نموده و میگویند این مار را دوباره در فصل تابستان در دامن طبیعت رها میکنند. حتما در طول دیدن و شنیدن این خبر با خود فکر کردند که در کشور ما افغانستان انسانها ارزش و جایگاه ندارند، چه برسه به مراقبت از حیوانات و خزندگان. بله، دقیق فکر کردیم. پس منتظر هیچ حکمتی نباشیم. به دور پیش خود خوب دقیق نگاه کنیم. اطراف ما پر از انسان‌هایی هستند که مثل این مار شکم‌هایشان متاسفانه خالی است. بیایید برخیزیم و تا حد توان این مردم گرسنه را کمک و یاری کنیم تا ملهمی بر شکم‌هایشان شویم و مثل این مار از گرسنگی و مرگ نجاتشان بدیم. شاعر چه خوب میگه؟ دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. بله، پس اگر این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفت، لطفاً سابسکرایب، شیر، کامنت و لایک یادتان نرود. Afghan Station